دوستای گلم، امروز میخوام راجع به ادویه‌جات و لوازم پخت و پز با شما صحبت. من قبلا خودم از قوطی‌های فیلم و قوطی‌های قرص استفاده میکردم و کلا توی پگ پارچه‌ای به این شکل همراه خودم تو کوله میذاشتم. بعد خیلی هم راضی بودم، سالیان سالم همین کارو میکردم. این قوطی‌های قرص درم دارن، فضای خیلی خوبی دارن. یه سری قوطی‌های فیلم قدیم بود، الان نمیدونم اینا پیدا میشه یا نه، ولی درش مطمئنه، تقریبا مطمئنه، نمیتونم بگم اگه تو فشار باشه، خیلی تو فشار باشه حتما درش جدا میشه، ولی راضی بودم. حالا همه چیزا هم رب و غیره و این وسایل دیگه هم تو همین پک نگهداری میکردم. حالا من این دو مدل دیگر رو آوردم که بخوام حالا کارهای جدیدتری رو باز به شما نشون بدم. خب من اینجا دو تا کیف دارم. یه کیف دارم که برای مواقع اضطراری میتونم این کیف رو جمع کنم و یه کیف دارم که خب همیشه معمولا این کیف همراه منه و زیاد حجم و وزنش برام مهم نیست، وسایلی که داخلشه برام مهمه و ازش استفاده میکنم. من براتون اینو باز میکنم که بگم توی کیف ادویه من چه چیزهایی دارم. خب این یک کیف ادویه کامله. من اینو میذارم کنار. نگاه کنین داخلش من تعدادی جای ادویه شیشه‌ای دارم که میتونم توش مایعات رو هم حتی جا کنم و همراه خودم داشته باشم. و یه دونه تخته گوشت دارم و یک جا برای روغن. این ظرفای استیل برای روغن چیز خیلی خوبی هست. من خودم راضی بودم. دو تا هم نمک و شکر جا دارم برای نمک و شکر که حجم بیشتری خب باید همراه من معمولا باشه. یه دونه زیر دیگه استنلی دارم برای دیگه داغ روی سفره و یک اجاق دارم که این اجاق خب خیلی راحت سرهم میشه و میتونم یه اجاق هیزومی و یه گریل هیزومی داشته باشم. خب توی قسمت دیگه من باز هم دو تا جای ادویه دارم. نگاه کنید، من میخوام این دو مدل رو آوردم که به شما نشون بدم که خب جای ادویه این مدل هم هست، این مدل هم هست. خب اینا لایت مایفایر را یه مقدار کار کردن باشون ممکنه سخت باشه براتون، پر کردن اینا یه مقدار ممکنه سخت باشه. خب دقت زیادی میخواد، من حتما باید از قیف استفاده کنم و ممکنه این ادویه ها ممکنه با هم دیگه قاطی بشن. نگاه کنید الان من اینو اومدم جابجا بکنم، مقداری از زردچوبه داخل فلفل رفت و مقداری حالا قاطی شد. زیاد حالا اشکالی نداره، ولی این ایرادو دارن که ممکنه قاطی بشن موقع پر کردن و موقع باز کردن در. و یه ایراد دیگه دارن که این لاستیکایی که نگاه کنید اینا به این صورت اینجا جلوی این سوراخو میگیره، این لاستیکا به صورت واشه میره این داخل و اینا تاریخ مصرف دارن. ممکنه که اینا خراب بشن بعد یک مدت، اینا میپوسن. من الان یه دونه دارم که تمام این قسمت هایی که واشرهای نگه دارنده ها همه خب فرسوده شدن و پوسیدن. اینجا هم میتونم با این دوتا نگاه کنید، وقتی من قله نوردی یا کوه نوردی فنی میرم معمولا یه دونه جای ادویه، اونم همینو همراه خودم میارم. مقدار قابل توجهی داخلش نمک و زردچوبه و فلفل جا میشه. نگاه کنید مقداری که به نظر میاد خیلی کوچیکه ولی خوب فضای خیلی خوبی داره و خوب پر میشه. خب این دوتا رو من آوردم که بهتون نشون بدم. شما میتونید اینا رو تو بازار همچنان هست تهیه کنید و من از این برند هم راضی بودم، نه اینکه ناراضی باشم. ولی خب دیگه به هر حال خرابیاش هم بهتون گفتم که بدونید. یه دونه سره گاز دارم، دستمال کاغذی دارم برای تمیز کردن ظروفم، یه پایه دارم برای زیر گازها، کپسول‌های گازهایی که دارم چه کوچیک چه بزرگ. این سه پایه باعث میشه که خب تعادل داشته باشه، کپسول من چپ نشه، توی چادر و اینا بتونم راحت استفاده کنم. قاشق دارم که هم قاشق هم چند منظور است، هم کارد هم کاردک هم
کار آبکشی رو میتونه انجام بده. و یه دونه رنده دارم. این رنده ویکتورینوکس من از این پوستکنش هم دارم. پوستکن فوق‌العاده و رنده فوق‌العاده‌ای داره، با حجم خیلی کم، با وزن خیلی کم، کارایی بسیار بالایی داره. یه چاقو تیزکن دارم، اونم از برند ویکتورینوکسه که چاقو رو در حد زدن موی دست میتونه تیز کنه. فوق‌العاده عالی و با کیفیته. خب یه دونم اینجا کفگیر دارم از برند استنلی که میتونه سرهم بشه و یه کفگیر باشه. یه دونه چاقو از برند اوپینل دارم که قفل شونده هم هست، یه چاقو فوق‌العاده است. فوق‌العاده این تیغ‌ها تیزن. این برند اوپینل رو زیاد از من شنیدین، خیلی بهش علاقه دارم و کاربردی هم هستن. خب یه نگهدارنده دیگ و قابلمه، وقتی میخوام یه دیگ و قابلمه از رو آتیش بردارم میتونم با استفاده از این انبر راحت این کار رو انجام بدم. وزنی نداره، آلومینیومیه و خیلی سبکه. خب نگاه کنید، من یه دونه کیف دارم. این کیف میتونی مثلا، خب همه این وسایل رو شاید همراه خودشون اصلا لازم ندونن که بیارن و اصلا لازم نباشه که این همه وسیله با خودشون بیارن. خب من یه مقدار علاقه دارم، آدم کمالگرایی هم، دوست دارم همه چی کنارم باشه، همه چی دم دستم باشه و این همه وسیله رو میگنجونم داخل این کیف و همراه خودم میارم. وزنش حدودا 1 کیلو میشه این کیف، ولی من خب ترجیحم اینه که کلیه لوازم و وسایل همراه من باشه. خب اینجا باز داخل این کیف یه چیدمان دیگه دارم. توی ظرف پلاستیکی مقداری روغن ریختم. یه دونه چاقو از برند پدز دارم، فوق‌العاده تیز اره‌ایه. یه دونه قاشق تاشو دارم. خب اینا رو توضیح دادم، زیاد کیفیت بالایی نداره ولی خب حجم کمی داره، قیمت مناسبی داره. اینجا مقدار خب رب دارم که میتونم رب، آب لیمو یا این چیزا رو همراه داشته باشم. ظرفای قطره که میتونید توش سس جا کنین و سس همراه خودتون بیارین. یک ظرف بزرگتر برای نمک و اینجا هم مقداری ادویه که این هم ظرفای ادویه، هر کدوم 5 تا ادویه داخلشون جا میشه. هم مایع میتونین داخلش بریزین، هم مایع داخلش هست، هم مثلا پودر زردچوبه و فلفل و کاری و اینا. هم یه دونه قاشق چوبی هم اینجا دارم که قاشق ادویه یا اصلا حالا بعضی از پخت و پزارا با همون حتی میکنن هم زدن و کف دیگایی که خیلی حساسن با اون قاشق چوبی کار میکنم. و معمولا من 12 تا ادویه همراه خودم میارم توی کیفم. رو اگر من بخوام بچینم، یعنی همون اول و 2 تا ادویه بزرگترم رو هم خب اینجا میذارم. 2 تا هم میتونم جای سس دارم که اینجا میتونه باشه، تخته هم یادم رفت بذارم. و این ظرف رو هم میتونم بالاش بذارم. نگاه کنید تو این فضای به این کوچیکی من همه اینا رو الان میگنجونم. دوازده تا ادویه دارم. مقدار زیادی 125 میلی لیتر حدوداً روغن دارم و خب سر گازم رو میارم. اینا رو حتما همراه خودم میارم. چاقو خودم، چاقو تیز کنم رو و رنده، قیفم، مقدار دستمالم رو حتما میارم. این چاقو رو میذارم. خب مقدار سس و ربم میتونم اینجا داشته باشم و هنوز که هنوز کلی جا دارم که بتونم حتی باز هم قاشق همراه خودم بیارم. خب این کفگیر رو نذاشتم، این کفگیر رو هم میتونم داخل این قرار بدم. باز هم حتی جا داره که این چاقو رو هم داخلش بذارم اگر بخوام. باز هم اینو میتونم وسیله داخلش بذارم، حتی این رو هم میتونم. نکنید شما اگر یه دونه از این کیفا
بتونین داشته باشین، برای یه برنامه کمپینگ کامل میتونین دنیای ادویه همراه خودتون داشته باشین. هنوز که هنوز میبینین جا داره و باز هم میتونم داخلش وسیله بذارم. اگر نیاز داشته باشم باز هم میبینم جا داره. اینا نگاه کن مثل کوله که به هر حال به لیتر میگن میتونین جا بدین، این رو هم میتونین وسایل رو مثل مایعات از کلیه فضایی استفاده کنین و ادویهاتون رو کلا کامل کنین. این هم کیف ادویه من. دوست داشتم که به شما نشون بدم که توی فضای کم کلی میتونین وسیله قرار بدین و اینو گوشه ماشین، گوشه کوله یا هر جای دیگه بذارین و به موقع ازش بتونین استفاده کنین. ممنونم از اینکه ویدیوهای منو تماشا میکنین و کانال منو دنبال میکنین.